البته همه کارهای دنیا بعضیه، همه کارهای دنیا. تفنگ آدم میکشه بله، اما به چه شرط؟ به شرطی که مثلا فشنگ داشته باشه. اگه فشنگ نداشته نه. چراغ توری روشن میشه بله، به شرطی که نفت داشته، به شرطی که تور داشته، به شرطی که ناسوسش خراب نباشه. کبریت میتونه سیگار آتش بزنه بله، به شرطی که نم نکشیده باشه، به شرطی که باد نیاد تا کبریت چه ما میزنیم او خاموشش کنیم. شرط و شرایط در هر چیزی که هست، هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو در بالای کس کوتاه نیست. باید یه قدر تجربه کرد ببینه آدم چی به دستش جاری میشه. همینطور که مثلا یک آدم خسته فرسوده این معلوم نیست چی کارش شده، یکی میبینی اگه همه دواهای عالم رو بهش بدن آقا خوب نمیشه، ایشان فقط نقص کلسیم داره. حالا کار نداریم که اگه الان با آقای دکتر بگیم آقا یه نسخه آمپول مثلا کالسیفور بنویسید یا کلسیم هوستمان بنویسید، یه کلسیم میفرمان آمپول کلسیم پیدا نمیشه، او دیگه تقصیر ما نیست. علاوه حال همه دواها رو بیا آقا بدی فایده نداره، چون او که او کم داره چیه؟ فقط کلسیم. اگر همه مقوی ها رو به یکی بدی، فقط ایشان ویتامین C نداره، ویتامین C وجودش کمه، هر چی دیگه بهش بدی بالاخره مفید واقعی نمیشه. و همینطور پس اون هر کسی یک کمبودی داره، آدم باید پیدا بکنه که نقصان کارش از کجایه و این پیدا کردن ره ماها اهلش نیستی. اون کسی که طبیبه با معاینش میفهمه این لثه تو که خون ریزی میکنه این از کمبود ویتامین C، این زکامی دائم و مداوم تو اگر از زکام یونجنیت از ویتامین C، این نمیدونم خستگی مفرط تو از مثلا ویتامین C به الا چیه او میدونه. او کسی که اهل دانش و بینشه نگاه بکنه صحبت بکنه میفهمه طرفش چی کم داره، چی کم داره. یه ذکری به یکی رسول الله میفرمود بگو لا حول ولا قوة الا بالله توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا. بعدش با این خوب میشه. یکی با همین یکی آمد پیش پیغمبر خدا گفت یا رسول الله اصلا انگار میگی نام من از دیوان روزی پاک شده، به هر کاری دست بزنم اصلا هیچی در نمیاد، اصلا هیچی در نمیاد. بله یادم آمدش که یه کسی که الان برای خودش کسیه، حالا یادش هست یانه 22 سال قبل بر این آمده بود پیش یکی از رفقاش میگفت میدونی که من عطار شدم و نمیدونم وضعم چجوری شده، به خدا قسم هم تو نزدیک به گریه میگفت، حالا یادش نباشه ممکنه چون روزگار همه چیز از یاد همه کس میبرد. میگفت یک چین نبات اگر بخوام بخرم نمیشه، دعوا میشه، چه میشه چی میشه، اگه بدم به پشت حمال آخرش چپه میشه، به مغازه نمیرسه و با یه چیزی برطرف شد تمام به اصطلاح ناراحتی ها و اندوه های او. این که آدم گاهی به درگاه خدا میناله. همین 3 شب قبل بود سحر از خدا عذرخواهی میکردم که خدا ببخش به ما نفهمیدیم، غلط کردیم، توبه کردیم. تو وقتی که خط میگرفتیم و میگفتیم که فلان آدم مضطر بدبخت بیچاره به جایی برسه، حق با تو بود، تو حقی، اللهم انت الحق و منک الحق و انزلت الحق، ما نمیفهمیدیم ما اشتباه کرده بودیم و این کمبودها رو میشه با یه چیزهایی جبران کرد.